سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. رقیه هستم و با یه ویدیوی گرامری دیگه اومدم پیشتون. امروز قراره که چند تا از رایج ترین اشتباهات زبان آموزا رو با هم دیگه بررسی کنیم، هم تو سطح مبتدی، هم سطح متوسطه و هم سطح پیشرفته. بریم پای تخته که شروع کنیم. خب بچه ها، اول از همه به بررسی اشتباهات رایج سطح مبتدی میپردازیم. این جمله رو نگاه کنید، نوشته She don't play football و جمله دوم he go to work. خب حالا شما چند ثانیه به این فکر بکنید، ببینید میتونید اشکالش رو پیدا بکنید. خب اول از همه برید ببینم زمان جمله چیه؟ گذشته، حال، آینده. زمان جمله حال هستش. حالا فاعل ما she, he و فعلهای اصلی play و go. درسته؟ خب حالا ما گفتیم برای فاعل های she, he, it که سوم شخص و مفرد هستن، جملات حال ساده فعلشون چجوری میاد؟ s یا es میگیره. پس he go در واقع باید بشه goes. درسته؟ اینجا don't هم تبدیل میشه به چی؟ doesn't. She doesn't play football. جمله بعدی he goes to work. اوکی، این از این. بچه‌ها دقت بکنید، ما موردهایی که بررسی میکنیم، نکات گرامری که بررسی میکنیم توی این ویدیو، تقریبا میتونم بگم که همشون یک ویدیوی خیلی کامل و مفصل راجع به مبحث گرامریشون دارن که لینکش رو بالای ویدیو میذارم. راجع به هر مورد میتونید توی لینک مخصوص خودش کاملا اون بخش گرامری رو یاد بگیرید. پس اینجا شد she doesn't play, he goes. گفتیم برای he, she, it فعلمون s یا es میگیره، میشه I play مثلا، you play, they play. اما he plays, she plays, it plays. خب مورد بعدی، شما به این سه تا جمله دقت بکنید. I can't to swim, I must to study, I should to do my work. چند ثانیه فکر کنید ببینید میتونید اشتباهاتش رو پیدا کنید. خب فعل‌های اصلی جمله ما swim، study و do هستش. فاعل همون هم که I و مشخصه. حالا ما توی این جملات چیزی داریم به نام مدل ها can، must، should که توانستن، ضرورت و توصیه رو نشون میده. ما بهتون گفته بودیم توی درس‌های قبلی که بعد از مدل ها فعلمون چجوری میاد؟ فعل نه ing میگیره، نه تو میگیره، نه اس میگیره، فعل هیچی نمیگیره، شکل ساده خودش میاد. پس اشتباهات جمله چیه؟ همین توهایی هستن که باید حذف بشه. جملمون باید باشه I can swim، میتونم شنا کنم. I must study، باید درس بخونم. I should do my work، I should do my work، باید کارم رو انجام بدم. به همین راحتی. خب اشتباه بعدی رو داریم. There is many people at the party و جمله بعدی We was happy. Yesterday هم بذاریم آخرش. We was happy yesterday. اشتباهش چیه؟ خب به فعل‌های جمله دقت بکنید. یه دونه is رو داریم، یه دونه was رو داریم. خب حالا فاعلمون چیه و این فعل‌های کمکی نسبت به چه چیزی اومدن توی جمله؟ We و there is many people. خب اولی رو نگاه بکنید. many people یعنی چی؟ دلالت داره به تعداد زیادی از مردم. خب میگه که جمعیت زیادی توی مهمونی بودن. پس ما فعل ایزی که مفرد هستش رو نمیتونیم واسه many people استفاده بکنیم. به جاش باید بنویسیم there are
این درسته. There are many people at the party. خب یه فعل کمکیه، جمع واسش استفاده بکنیم. دومی هم دقیقا به همین شکل، زمانش که گذشته هستش، اینو میدونید. خب we یعنی ما، we یک فاعل جمع هستش، اما was برای فاعل‌های مفرد دلالت میکنه. ما نمیتونیم از was استفاده بکنیم، به جاش باید یک فعل کمکی گذشته و جمع استفاده بکنیم. میشه we were happy yesterday. ما فاعلمون I، فعل کمکی am و agree رو داریم، یعنی موافق بودن. agree فعل اصلیمون هستش بچه فعل اصلیمون agree هستش و جملاتمون حال ساده هستن. خب ما نمیتونیم با agree فعل کمکی بیاریم، این باید هست که I am agree with you نداریم هیچ وقت. I agree with you، با تو موافقم. خب پس am رو حذف میکنیم، این کلا باید حذف بشه، جمله میشه I agree with you، چون فعل اصلیمون اینه، am نمیگیره بدون هیچ اضافه ای. خب حالا تو جمله دومی هم are you agree with، گفتیم جملمون حال ساده است و نمیتونیم از فعلای کمکی ام و ایز و آر استفاده بکنیم. فعل کمکیمون باید دو داز باشه. خب که اینجا به جای آر از دو استفاده میکنیم. پس همیشه یادتون باشه واسه agree ام ایز آر استفاده نمیشه، به جاش از دو داز و جمله مثبتمون هم بدون فعل کمکی استفاده میشه. I agree with you. Do you agree with me؟ اینجا باید علامت سوال داشته باشیم. خب حالا میخوایم اشتباهات رایج توی سطح متوسطه زبان انگلیسی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب این دوتا جمله رو بخونید. I have a good news for you. The news was sad. بچه‌ها ظاهرا جملات خیلی درست به نظر میاد، اما یه کوچولو دقت بکنید. به چی؟ به news، اخبار. خب این اسی که این کلمه داره آیا نشانه جمع بودن هستش؟ خیر، این news نشانه جمع بودن کلمه نیست. خب کلش یک کلمه است. news، اخبار. جزو کدوم دسته از کلمات غیر قابل شمارش. ما نمیتونیم بگیم یه اخبار، دو اخبار. تو فارسی میشه ها یه دونه خبر، دو تا خبر، ولی تو انگلیسی اینو نداریم که ما بتونیم تعداد اخبار رو بشمریم. غیر قابل شمارشه. دقت بکنید توی جمله اول ا آورده I have a good news. ما همین الان گفتیم که news رو نمیتونیم بشمریم، پس یکی، دو تا، سه تا معنی نداره تو جمله، این باید حذف بشه. I have good news for you. حالا بیایم اینجا تو دومی. خب ا رو نداریم، میرسیم به فعل کمکیمون were، جمع بسته. ما همین الان گفتیم که کلمه غیر قابل شمارشه، نمیتونیم جمع ببندیم. واسه کلمات غیر قابل شمارش حتما فعل‌های کمکی که استفاده میکنیم حتما باید مفرد باشن. پس به جای were چی باید بذاریم؟ باید بذاریم was. The news was sad. اخبار غمگین بودن، ناراحت کننده بودن. خب این جمله رو نگاه بکنید. This is the same dress like mine. مضمون جمله چیه؟ موضوع جمله چیه؟ میخواد دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه بکنه که عین همن. میگه که این لباس شبیه لباس منه، این کفش شبیه مثل کفشی که منه، عین کفش منه، عین لباس منه. خب توی این موارد که ما میخوایم دو تا مورد رو با هم دیگه مقایسه بکنیم که این دو تا مورد شبیه به هم دیگه هستن، از چی استفاده میکنیم؟ از عبارت the same as. خب the same as. این جمله نگاه کن. This is the same dress like mine. خب در حالی که درستش اینه This is the same dress as mine. حالا
the same. اینم اینجوری نوشتم چرا. This is the same dress as mine. پس گفتیم واسه مقایسه دو تا کلمه، دو تا چیز شبیه به هم، عین هم، از عبارت the same as استفاده میکنیم. This is the same dress as mine. خب این دو تا جمله رو نگاه بکنید. Despite of the rain, we went out. In spite the hot weather, we went for a walk. تو جمله اول میخواد بگه با اینکه بارون میبارید ما رفتیم بیرون. تو جمله دوم هم میخواد بگه که با اینکه هوا خیلی گرم بود ما رفتیم واسه پیاده روی. خب حالا این دوتا کلمه despite of in spite واسه چی استفاده میشن؟ واسه نشون دادن تضاد دوتا شرایط، دوتا کاری که با هم دیگه انجام میدیم. اما خوب دقت بکنید. کلماتی داریم مثل despite و in spite of. خب که این دوتا معمولاً به جای هم اشتباهی استفاده میشن. despite ما of نداره. ببینید نوشته despite of. این نباید بیاد. به جاش in spite of داره. In spite of the hot weather, we went out for a walk. We went for a walk. Despite the rain, we went out. پس دقت بکنید که این دوتا رو با هم دیگه جابجا استفاده نکنید. Despite فعل حرف اضافی of رو نمیگیره. In spite of میگیره. In spite of the hot weather, we went for a walk. Despite the rain, we went out. خب به این دوتا جمله نگاه بکنید. Everyone are tired now و no one wants to eat out. میگه که همه الان خسته‌اند و دومی میگه که هیچ کس نمیخواد که بیرون غذا بخوره. حالا این دوتا جمله به ظاهر درست یه اشکال اساسی دارن. دقت بکنید به فاعل هاشون everyone و no one. بچه این دوتا فاعل مفردن. جالبه. خب این دوتا فاعل مفردن ولی فعل‌های کمکی که واسش آورده فعل‌های جمع هستن که نمیتونیم اینو استفاده بکنیم. به جای are باید بنویسیم is. Everyone is tired now. No one وقتی مفرده چجوری فعل اصلی ما به صورت جمع اومده؟ فعل‌های اصلی که واسه فاعل‌های مفرد میان حتما باید اس بگیرن. wants. No one wants to eat out. دو تا فاعل دیگه هم داریم که شرایطشون همینه. یکیش someone هستش و یکیش هم anyone. این دوتا هم مفرد هستن و نمیتونیم از فعل‌ها و فعل‌های کمکی جمع واسش استفاده بکنیم. خب بچه‌ها این جمله رو داشته باشین. The police is looking for him. میگه که پلیس دنبالشه. دنبال اون آدمه. خب حالا فاعلمون the police و فعلی که داریم is آورده. خب تا اینجا احتمالاً داریم به این فکر می‌کنیم که خب درسته دیگه چی داره. اما police به اضافه the دلالت میکنه به جمعی از پلیس ها. بچه ها the police فاعل مفرد نیست. این جمعه. the police یعنی گروهی از پلیس ها. همه پلیس ها. یه دونه پلیس، یه دونه افسر پلیس منظورش نیست. the police جمعه. پس فعلی که واسش آورده is فعل مفرد اشتباهه. باید بیاره are. The police are looking for him. حالا شاید بپرسیم که خب چجوری اشاره بکنیم به یک افسر پلیس یه دونش رو بگیم؟ اون موقع میتونیم بگیم مثلا پلیس آفیسر. حله؟ خب این جمله رو داشته باشیم. میگه که میخواد بگه که من از ساعت 3 به بعد خونم. از ساعت 3 قراره که خونه باشم. زمان جمله‌مون رو نگاه بکنید. آینده هستش درسته. I'll همون I will. I'll be home since 3 o'clock. واسه این که بگه من بعد از فلان ساعت خونم از واژه since استفاده کرده. در حالی که این since مخصوص جملات گذشته هستش.
ما نمیتونیم از since برای جملات آینده استفاده بکنیم، پس since اشتباهه. به جای since می نویسیم from. I'll be home from 3 o'clock. همین. خب بچه این جمله رو هم ببینید، آخریه. A serious problem in our garden are ants. میگه که مشکل اساسی باغ ما، باغچه ما، مورچه ها هستن. بچه ها فعلی که داریم، فعل کمکی که آورده برای ما are هستش. شاید خیلی این جمله رو نگاه کنن ببینن ants جمع مورچه ها، ants رو ببینن یه اسم جمع ببینن بگن که بله دیگه درسته، ما وقتی جمع میاد از فعل کمکی جمع یا همون are استفاده میکنیم، در حالی که ما فعل کمکی رو بر اساس فاعل جمله استفاده میکنیم. درسته؟ فاعل جملهمون توی این جمله چیه؟ A serious problem. داره راجع به یه دونه مشکل اساسی که دارن حرف میزنه. حالا اون مشکل اساسی چیه؟ مورچه ها هستن، ولی فاعل ما چیزی که راجبش داره صحبت میشه یک چیزه، یک دونه مشکله، پس are درست نیست، اینجا is استفاده میکنیم. A serious problem in our garden is ants. تموم شد و رفت. چند تا از اشتباهات و جملات رایج رو با هم دیگه بررسی کردیم. اگر شما مثال یا جمله دیگه‌ای دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. لایک این ویدیو و سابسکرایب چنلمون یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.